سلام به همگی. اگه شما هم صاحب کسب و کار هستید و میخواید از قدرت تبلیغات گوگل برای جذب مشتری واقعی استفاده کنید ولی همیشه با پیچیدگی‌هاش درگیر بودید، پس جای درستی اومدید. امروز میخوایم با هم ببینیم چطور میشه این فرایند رو هوشمند، ساده و خیلی موثرتر کرد. خب، بیایید رو راست باشیم. برای خیلی از ماها تبلیغات گوگل مثل یه هزار توی پیچیده است. از انتخاب کلمه کلیدی درست گرفته تا تحلیل اون گزارش‌های عجیب و غریب، این پروسه میتونه خیلی راحت تمام وقت و انرژیتون رو بگیره و آخرش همون نتیجه‌ای که میخواید رو بهتون نده. صادقانه جواب بدید. تا حالا این حس بهتون دست داده که برای راه انداختن یک کمپین موفق انگار باید یه متخصص تمام وقت استخدام کنید؟ اگه جوابتون مثبته، اصلاً نگران نباشید. شما تنها نیستید. این دقیقاً همون چالش اصلیه که بیشتر کسب و کارها باهاش روبرو میشن. اما حالا فرض کنید یه راهی باشه که بشه تمام این پیچیدگی‌ها رو دور زد. چی میشه اون وقت؟ اینجاست که یه راهکار هوشمند وارد میدون میشه تا کلاً قواعد بازی رو عوض کنه. بیایید با اسمارتلی ادز آشنا بشیم. پلتفرمی که دقیقاً برای حل همین مشکل طراحی شده. ببینید، این یه ادعای بزرگیه ها. اسمارتلی ادز فقط یه ابزار دیگه نیست، بلکه خودش رو به عنوان اولین پلتفرم کاملا هوشمند برای تبلیغات گوگل معرفی میکنه. این یعنی ما با یه رویکرد کاملا جدید و متفاوت طرفیم که هدفش فقط یه چیزه: برداشتن موانع از سر راه شما. خب، این همه قدرت و هوشمندی از کجا میاد؟ جوابش یک کلمه است: هوش مصنوعی. این تکنولوژی پشت پرده داره همه کارهای سخت رو انجام میده. متنای تبلیغاتی جذاب و موثر می‌نویسه، کمپین‌ها رو بر اساس هدف شما میچینه و نتایج رو تحلیل میکنه تا مطمئن بشه پول شما داره به بهترین شکل ممکن خرج میشه. خب، حالا که با مغز متفکر این سیستم آشنا شدیم، سوال اصلی اینه: کار کردن باهاش چقدر راحته؟ جوابش فوق‌العاده ساده است. فقط 3 مرحله. بیایید ببینیم این 3 تا قدم چطور شما رو صاف میرسونه به نتیجه. آره، درست شنیدید. فقط 3 تا. تمام اون پیچیدگی‌های معمول و مراحل گیج کننده‌ای که شاید قبلا تجربه کردید، اینجا توی 3 تا قدم خیلی ساده و سریع خلاصه شده. یعنی شما بدون هیچ دانش فنی قبلی میتونید کمپین خودتون رو راه بندازید. این تصویر هم خیلی خوب نشون میده که پروسه چقدر سرراسته. اول، کیف پولتون رو شارژ میکنید. دوم، یه فرم خیلی ساده رو با اطلاعات کسب و کارتون پر میکنید. و در نهایت هوش مصنوعی کمپین شما رو طراحی میکنه و تیم متخصص ما هم حداکثر توی 72 ساعت یه بازبینی نهایی میکنه تا از کیفیتش مطمئن بشه. تمام، به همین راحتی. ولی داستان فقط به سادگی ختم نمیشه. 2 تا ویژگی دیگه هست که این پلتفرم رو واقعاً خاص میکنه: شفافیت کامل و سرعت بالا. بیایید یکم عمیق‌تر به این مزیت‌ها نگاه کنیم و ببینیم چرا این 2 تا انقدر برای موفقیت کمپین شما مهمن. پس نکته کلیدی اینجاست: شما قدرت هوش مصنوعی رو برای ساخت تبلیغات هوشمند دارید، کمپینتون خیلی سریع راه میفته و کنترل کامل همه چیز هم دست خودتونه. این پلتفرم این 3 تا عنصر رو جوری با هم ترکیب کرده که یه نتیجه قدرتمند ولی کاملا در دسترس به شما بده. این جمله به نظرم همه چیز رو خلاصه میکنه. توی دنیای تبلیغات دیجیتال که خیلی وقتا هیچی شفاف نیست، این که بدونی پول دقیقاً کجا و چطوری خرج میشه و تمام گزارش‌ها واضح جلو چشمته، بهت یه کنترل و اعتماد به نفس فوق‌العاده میده. خب، آخر همه این حرفا قراره به چی برسیم؟ به یه چیز خیلی مهم: مشتری واقعی، اونم بدون هیچ دردسر فنی. هدف نهایی اینه که شما روی رشد کسب و کارتون تمرکز کنید، نه اینکه توی جزئیات پیچیده و فنی تبلیغات غرق بشید. این تصویر تفاوت بین 2 تا دنیا رو عالی نشون میده. یه طرف روش‌های قدیمی، پیچیده، وقتگیر، کلافه کننده. طرف دیگه با اسمارتلی ادز، ساده، سریع و هوشمند. انگار داریم از یه دنیای دیگه حرف میزنیم، نه؟ این یه تغییر کامل توی طرز فکر ما نسبت به تبلیغات گوگله. و حالا سوال آخر از شماست: واقعاً آماده اید که از این همه پیچیدگی عبور کنید و تبلیغاتتون رو به یه سطح جدید از هوشمندی و سادگی برسونید؟ این تحول میتونه دقیقاً همون نقطه عطفی باشه که برای جذب مشتری‌های جدید و رشد کسب و کارتون منتظرش بودید.